بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله. السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه معصومه. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای نازنین، دوست داشتنی و همیشگی یاد خدا، همشهریای شهر الله. الهی که خوب باشین، قبول باشه این ماهگردیتون در شهر الله. خدا کنه همه نمازها، روزها، کارهای خوب و قشنگی که انجام دادید همش مورد قبول این صاحب خانه کریم و بنده نواز قرار گرفته باشه تا به اینجای ضیافت الله انشاءالله. من امروز یه خبر خوب براتون دارم، یه خبر بد. کدومش اول بگم؟ بعد آره از بد شروع کنیم. آقای تصفیه میگن از بد شروع کنیم، به خوب ختم بشه بهتره. بعدش هم ذهنتون بی خود هی درگیر نمیشه تا اون موقع. خبر بدم این که 9 روز از ماه مبارک رمضان، یعنی نزدیک به 1/3 ضیافت الله تمام شد. یعنی چشم به هم گذاشتیم، برداشتیم. من که نفهمیدم چجوری گذشت، خدا وکیلی. سرعت برق و باد. فردا 1/3 کامل میشه ها. خیلی عجیب گذشت. خوش به حال اونایی که این 1/3 ابتدایی رو هم از شکمشون محافظت کردن، از اذان صبح تا اذان مغرب هر روز، هم تونستن مراقبت بکنن از چشمشون که هر چیزی رو نبینه، از گوششون که اون چیزهایی رو که نباید نشنوه، از زبانشون که اون چیزهایی رو که نباید بگه، و کلاً افکار، رفتار و گفتارشون رو مراقبت کردن. اگر این باشه اون وقت اون روزه شکم هم باشه، اینا واقعاً دیگه به معنای واقعی کلام روزه گرفتن اساسی، پروپیمون. من که شایستگیشو نداشتم، اونایی که داشتن بهشون تبریک میگم، خوش به سعادتشون. انشالله برای من و مثل منم که غافل موندیم دعا بکنید. خبر خوب، این خبر بد بود که اینا رفت، اما خبر خوب یه چیزی دوستان تو گوشی من گفتم متوجه نشدم، اگه واجبه یه بار عرض بکنم که فهمیدن که شما اینجا تشریف آوردید. خبر بدو که عرض کردم، این 10 روزه گذشت، 1/3 فردا تموم میشه. خبر خوب این که هنوز 2/3 باقی مونده و ناامیدی بی معناست. هنوز درهای رحمت خدا بازه، هنوز دست و پای شیطان زنجیره. درسته مثل من اگر کسی غافل بوده و قدر ندونسته، از این به بعد فرصت هست انشاءالله جبران بکنیم. ضمن این که حواسمون باشه فرصت ها خیلی زود میگذره، مخصوصا فرصت های این چنینی. یه حرمی، مشهدی، کربلایی، قومی آدم میاد، مارمزونی میاد، محرمی، خیلی به سرعت برعکس میگذره. انشاءالله قدر تک تک لحظات رو بدونیم و مشمول رحمت و غفران الهی بشیم. به دعای این بانوی بزرگوار، به نگاه پرمهر حضرت کریمه، انشاءالله این اتفاق مبارک برای هممون بیفته. توی آستان مقدسشون از اول ماه مبارک، مخصوصا از لحظات نورانی و عرفانی افطار تا لحظات ناب بندگی در سحر، توی این بازه اتفاقات قشنگی میفته. قشنگترینش اون حس و حال ناب بندگی و مناجات و ببینی گوشه کنار نشستن مردم با خانواده، تنها، 2 نفری، 3 نفری، دارن قرآن میخونن، دعا میخونن، مناجات میخونن. خیلی حس و حال ظریف لطیف و شیشه‌ای و آینه‌ای و زلالی داره. اگر دوست دارین که حداقل از راه دور تجربهش بکنین، این بخشی که از الان دوستان من زحمت کشیدن رو بهش قشنگ دل بدید، انشالله که شما مشرف بشید. بسم الله. عمه سادات، سلام علیک. روح عبادات، قبله حاجات، سلام علیک. تو این فاصله که شما دل داده بودید به این تصاویر خوشگل و چشم نواز و دل نواز از زائرای با مرام و معرفت بیبی، یه چیزی خواستم، به دلم افتاد از شما هم بخوام دیگه، حالا که انشالله دل دادین و مرغ دلتون اینجا به پرواز در اومده. عرض میکنم که
هر کس که یادم رفت، هر کس که خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دوست داره، هر جایی صدای منو میشنوه یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خیلی ممنونم. خب ما عرض کردیم هر کس دوست داره که از این آستان مقدس یک نشانی، یک پرچمی متبرک به یادگار داشته باشه تو خونش، زینت بده خونش رو به یک پرچم متبرک آستان مقدس حضرت کریمه، عبارت یا معصومه رو به سرشماره 301122 ارسال کنه. سامان پیامکی 301122 عبارت یا معصومه. ما هر روز قرعه کشی میکنیم، به یک نفر یه پرچم رو تقدیم میکنیم، پرچم متبرک آستان. برنده دیروزمون خانم نیری مقاری اگر اشتباه نخونم از همین شهر مقدس قم هستن، خدمتشون تبریک میگم. 0912 4 شماره آخر 7991 هست. امروز هم تا پایان برنامه، تا قبل اذان مغرب، این فرصت برای شما هست که به 301122 عبارت یا معصومه را ارسال بفرمایید. جزء در واقع برنده فردا انشالله شما باشین. از همین سامانه پیامکی میتونید استفاده بفرمایید. مثل دیروز که سوالاتی رو ارسال کردید برای کارشناس امروز برنامه‌مون، برای فردا و روزهای بعدی هم سوالات اگر براتون پیش اومد میتونید در ارتباط با موضوع به 301122 ارسال بفرمایید. دیروز خدمتتون وعده کردم با افتخار امشب و در واقع امروز خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین تراشیون عزیز هستیم که خیلی وقت بودشون رو زیارت نکرده بودم، مثلا در قم، که خیلی خوشبخت و خوشوقت شدم از زیارتشون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، قبول بشه. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترامم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خیلی خوشوقت و خوشحالم هستم که در خدمت حضرت عالی بینندگان خوب، زائرین بزرگوار هستم. امیدوارم انشالله تا به اینجا از ماه پر از معنویت و برکت رمضان عبادات و طاعات قبول باشه و این فرصت بندگی برای ما فرصت رشد و تعالی هم باشد. الهی آمین. چه دعای قشنگی به برکت نفس حقتون. آقا چطوری؟ داغویی الحمدلله، خدا رو شکر. حسابی خوش به حالتون ها مجاور خانومی. شما تشریف بیارید. ما قبل از برنامه هم خدمت جناب آقای قوامی عزیز عرض کردم دیگه از این به بعد رو بیاین قم باشید. حالا قبلش هر جایی بودید. خب حالا من نگم چی گفتم ولی باید شرایطش رو انشالله خود بیبی فراهم بکنن. اگر توفیق رفیق سعادت و لیاقتش باشه انشالله بتونیم خدمتشون باشیم. افتخار میکنیم. خیلی خوب. حاج آقای تراشیون رو که شما تصویرشون رو میبینید حتما یاد موضوعاتی مثل موضوعات خانواده و تربیت فرزند و اینا میافتین که یکی از انصافا حاج آقا من سالهاست دارم تلویزیون اجرا میکنم، یکی از در واقع پرپیامکترین یعنی پرطرفدارترین موضوعات فراوانی پیامک‌ها رو از حیث موضوع که نگاه میکنم می‌بینم مردم دغدغه زیادی دارن به مسئله خانواده و مسائل تربیتی. یکی از موضوعات مهمم همون موضوعی است که امروز می‌خوام راجعش صحبت کنیم، اونم راهکارهای کنترل خشم در خانواده است که به شما زحمت دادیم. اگر صلاح میدونید اول یه تعریفی از خشم و غضب ارائه بفرمایید. آیا مثلا اینم خشمه یا نه حتما باید در دیوار رو بزنیم چیزی پرت کنیم اون خشمه یا نمیدونم یه تعریفی بکنیم؟ چشم. بدون اولا که خشم جزو یکی از رذائل اخلاقی محسوب میشه. همین که میشه رذیله اخلاقی، معلومه ما مأموریم به اینکه خوب بشناسیمش، کنترلش کنیم، ازش دوری بکنیم. اما خود خشم چیه؟ ببین خشم یک هیجانه، یک واکنش به کنش هایی که برای ما ناخوشاینده. مثلا ممکنه یک کسی یه حرفی به من بزنه، توهینی بکنه که این برای من ناخوشاینده، هیجانات من رو بالا ببره. من نسبت به اون کنش طرف مقابل یک واکنشی رو از خودم نشون بدم. حالا این واکنش
ممکنه یه جای کلامی باشه، من شروع کنم به داد و بیداد کردن و توهین کردن. یه موقعی ممکنه نه، این واکنش یک واکنش فیزیکی باشه که حالا مراتب مختلفی داره، پرت کردن اشیا باشه، گاهی اوقات حتی مثلا برخی خشمگین که میشن حتی خودشون رو میزنن، سرشون رو به دیوار میزنن، به خودشون آسیب میزنن، یه موقعی به طرف مقابل آسیب میزنن، یا همونطوری که گفتیم به اشیا آسیب میزنن. ولی مجموعاً نشون میده که خشم یک غلیان خون در قلب است که انسان رو از کنترل خودش خارج میکنه و علل قاعده اون رفتارهایی رو هم که انجام میده دیگه تحت کنترل خودش نیست. یعنی شما ببینید مثل یه آدم مجنون. بله، یادم چند وقت قبل در مشهد مشرف بودیم، بعد از جلسه سخنرانی که داشتم یه آقای آمد پیش من، آقای بودیدم پیراهن مشکی هم به تن کرد و گفتم چی شده؟ گفت واقعش چند وقت قبل پسرم متاسفانه تو یک دعوایی کشته شد. گفتم خب چطور؟ خدا رحمت. او 2 ماشین، پسر من سواری ماشین مقابل توی کوچه می اومدن، اینا آینه هاشون برخورد میکنه به هم، پیاده میشند و بگو مگو میکنند و نهایت اون جوان طرف مقابل با قفل فرمون به فرزندم میزنه و یه مدتی در کما بودش و بعد در دنیا رفت. ببین یعنی یه نوع خشم. قطعا اونی که اون قفل فرمون رو برداشته بوده اصلا فکر نمی کرده که با این قراری انسان رو به کما بفرسته، به قتل برسونه، ولی دیگه عنان اختیار از او گرفته میشه، عصبی میشه، دیگه تحت کنترل رفتارش نیست، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. البته بهتر این رو بگیم راههای کنترل رو چون بلد نیست، خودش رو میسواره به اون هیجانات و غضبش که اینها منجر به خب بالاخره گاهی اوقات تصمیمات یا اتفاقات ناگوار میشه. ما خیلی مواقع اصلا تو خانواده ها میبینیم، یه برنامه رو در یکی از شبکه‌های تلویزیونی به نام برمودا نشون میده. یه موقعی دیدم که آقای نجف زاده طرف مقابلش یکی از خدمت شما عرض بکنم که افرادی بود که در حوزه مسائل قتل و اینها ورود داشت. بهشون میگم شما سخت‌ترین صحنه‌هایی که توش حضور پیدا کردید کی بوده؟ گفت وقتی یک زن و شوهری یکیشون همدیگر رو کشته. گفت خیلی بر من دردناک بود. گفت این کارگاه ویژه قتل ها بود، ایشون کارگاه درجه 1 ویژه قتل ها. و حالا میشه یکی دوتاش رو بگین. مثلا یه نمونهش میگفتش که بله یه صحنه ای رو ما رفتیم، ظاهرا خانم غذایی درست کرده بود، این غذا یه مقداری مثلا شور بوده، ترش بوده، چطور بوده، آقا عصبانی میشه، همون کنار سفره قابلمه رو به سر همسرش میزنه که همونجا همسر در جا کنار سفره جان میده. یعنی همین خشم که طرف مقابل بلد نیست خودش رو کنترل کنه، خودش رو به هیجاناتش میسواره، بعد رفتارهایی نشون میده که این رفتارها در شأن انسان نیست. یعنی بعد یه موقعی یه جای شنیدم ندیدم که میگن که 2 درازگوش وقتی با هم بالاخره جفتگیری میکنن، 2 الاغ جفتگیری میکنن، دیگه اینها به هم دیگه لگد نمیزنن، یعنی اینها میدونن نباید این کار رو نسبت به همدیگه انجام بدن. ولی برخی ماها چون این راه ها رو بلد نیستیم، من میگم اینجا میشیم کل انعام بل ازل، حتی بدتر از حیوان رفتارهایی رو خودمون نشون میدیم. و واقعا هم همین آدم برخی صحنه ها رو تو این کلیپ ها میبینه، تصاویر میبینه که 2 نفر سر یه موضوع کوچیکی با هم دیگه درگیر میشن، واقعا آدم این رو در میان حیوانات نمیبینه اینجور رفتار. خب ببینین انسان اگر نتونه خودش رو کنترل کنه، مدیریت کنه، حقیقتا یک موجود بله آسیب رسانی میشه. میدونین به چی داشتم فکر کردم؟ حالا این که فرمودید چون راههای کنترلش رو نمیدونه، حتما میخوایم بشنویم از شما، تا قبلش ببینیم اصلا چجوری اتفاق میفته، ریشه های بروز خشم
ولی اینی که فرمودید به نظرم انقدر خطرناکه، بروز خشم و غضب. چرا؟ چون که این خودش مادر گناههای دیگه میشه. یعنی کسی که خشمگین میشه زبانش به ناسزا باز میشه، ممکنه قضاوت نابجا بکنه، تهمت بزنه، نمیدونم ضرب و شتم بکنه، ممکنه که بی‌انصافی بکنه، ممکنه که دروغ بگه. میدونی خیلی از رفتارها و خطاها ممکنه از این آدم عصبانی. اسمش یه دونه گناهه ولی همه گناه‌ها رو زیر بال خودش داره. توضیحات شما رو حتما میخوام راجع به این عرایض ناقص خودم حتما بشنوم تکملشو. منتها اگر اجازه بدید ما یه پویش افطاری کریمانه داریم اینجا که مردم مشارکت میکنن، هم میان سر سفره کریمانه حضرت مهمان میشن لحظات افطار، همین که خودشون مشارکت میکنن. یک بار دیگه این بخش رو تماشا بفرمایید، ببینید راه در واقع این که شما هم بتونید سهم داشته باشید در افطاری دادن در حرم مطهر چی هست. برمیگردیم گفتمون شروع کنیم. بسم الله. همه از خدایی به سوی خدا برویم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خدا انشالله قبول بکنه از همه محسنین و خیرین در این ماه مبارک که دست به کار خیر میزنن، اطعام میدن، احسان، انفاق. انشالله به شایستگی قبول بکنه خدا بزرگ. خب عرض کردم خدمتتون که آره یه جورایی مادر همه خطا، همه که شاید نه ولی خیلی از خطا و اشتباه میتونه باشه از این حیث. بله. توضیح شما رو بشنویم و اینکه چجوری میشه که ریشه یابی کنیم. قبل از اینکه بخوام ریشه این مشکل رو بیان بکنم به این نکته اشاره بکنم. ببین انسان واقعا جمع گاهی بین ازداده، برای همینه که نیاز به تربیت داره. یعنی ما اگر یه انسانی رو همینجوری رهاش بکنیم علل قاعده خوب نمیشه. یعنی این ویژگی ها گاهی متاسفانه غلبه میکنه بر رفتارهای دیگش و حقیقت هم پشیمان میشه. یعنی شما نمیتونید آدمی رو پیدا بکنید که از اون مرحله خشمش عبور بکنه یا یک پشیمانی درونی. گاهی البته ما قدیم بیان نمیکنیم پشیمان. مثلا مادری اومده بود میگه من بچم رو گاهی عصبی میشم میزنم، بعد میرم توی اتاق گریه میکنم که چرا زدمش. یعنی اون پشیمانیه ولی در یک خفایی، در یک پنهانی داره این پشیمانی و خودش رو بروز میده. اما ریشه این که ما گاهی خشمگین میشیم، غضبناک میشیم چیه؟ به نظرم اولین نکتهش اینه که ما نوع نگاهمون رو یه مقداری باید نسبت به دنیا تغییر بدیم. مثلا آدمایی که فکر کنن همه آدما باید خوب باشن، هیچ که خطا نکنه، همه من رو درک بکنن، من رو بفهمن. خب معلومه این آدم تا یک رفتار خلاف میلش رو ببینه عصبی میشه. همه باید خوب رانندگی کنن، بله اما باید خوب رانندگی کنن ولی خوب نمیکنن. واقعیت یه چیز، اون آرمان ها و هدف ها یه چیز دیگه است، قله ها یه چیز دیگه است. اصلا مگه من خودم گل بی‌عیبم، هم تو همه چیز صدم. مثلا همسرم باید اونی باشه که من میخوام، نمیدونم مادر شوهرم، مادر زنم، نمیدونم شوهرم. خب این بچه هام، اصلا شما بچه ها اصلا اسمشون روشونه، باید بچگی بکنن، خطا میکنن، اشتباه میکنن. ما باید بدانیم با خطا و اشتباه اونا چگونه برخورد کنیم. با همسرمون حتی چطور برخورد بکنیم.
گاهی اوقات این نوع نگاه به انسان آرامش میده. یه خاطره کوتاهی رو من بگم شاید این کمک بکنه بریم. ما یه موقعی یک جایی من میرفتم برای کارهای تبلیغی، یه آقای پیرمردی بود میومد تو نماز ما، خیلی آدم خوشتیپ، خوشپوش، شیکپوش، شادپوش، خیلی آدم آرامی هم بود. بعد مثلا اینجوری میپوشه، یه شلوار لیمویی میپوشه، پیراهن زرد روش کت نارنجی، یه عوام مینداخت، معمولا هم صف اول نماز و قرآنش هم ترک نمیشد. یه موقعی به من گفت آقا من میخوام یه خاطره از زندگیم براتون بگم. گفتم بفرمایید. گفت اینجوری نمیشه، فردا یه ساعت زودتر بیاین قشنگ تو دفتر مسجد بنشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. گفتم خب. منم فردا صبح رفتم، ظهر رفتم، یه ساعت زودتر و ایشون اومد و گفت آقایش من آجا اهل فلان محلم، اون محل رو میشناختم، محله اصیلی در شهر تهرانه. و من اهل فلان محلم. مطمئن جوانی من خب طلبه بودم، درس طلبگی میخوندم و رفتم ازدواج کردم. گفت آجا خدا یک زنی نصیب من کرد که نصیب گرگ بیابون نکنه. گفت یعنی هر چه بدان داشتن یه جا داشت. یعنی شما میگفت عیبی نبود توی این نباشه. نمیدونم توهین میکرد، آبروریزی میکرد، شلخته بود. میگفت آجا دست به زن داشت، چه دست سنگینی داشت، میزد تا چند رو درد میکرد جاش. نمیدونم قهر میکرد. میگفت هر چی شما بگین تو این بود. عجب. میگفت برام هر راهی رفتم نتونستم اینو درست کنم. محبت بهش کردم، هدیه براش خریدم، مسافرت، عصبی شدم، دعوا کردیم، کتککاری کردیم، قهر کردیم. او رفت خونه باباش، من رفتم خونه بابام، آخرش نشد. با یه موقعی اومدم نشستم گفتم این چه کاریه، طلاقش میدم راحت بشم. ما با هم حال هوای جوانی و طلبگی اینا گفتم خب حالا من این رو طلاقش بدم، میره ازدواج میکنه، یه همسر دیگه ای رو بالاخره اختیار میکنه، اون اذیت میکنه. گفت نیت کردم به نیت همه جوانای تهران خودم نگرش دارم. عجب. بله که دیگران رو نره آزار اذیت برسان. ما من این نیت ببین نگرش تغییر کرد دیگه، یعنی الان من قراره با این زندگی اصلا کنم. دیگه تاباوری آدم خیلی بیشتر میشه. میگه غیر از این که دیگه تحملش کردم، میگه هنوزم دارمش، هنوزم با هیچ چیزی عوضش نمیکنم و هنوزم معتقدم خدا نصیب گرگ بیابونش نکنه. تازه فهمیدم این چه گنجینه‌ایه. چقدر به من رشد داد، چقدر من رو موفق کرد در زندگی. یعنی نوع نگاه تغییر کرد. ببین گاهی اوقات ما نوع نگاهمون رو تغییر بدیم. مثلا یکی رو می‌بینیم تو خیابون از چراغ قرمز رد شد، نمیخواد بوق بزنیم و کلمون رو هم ماشین بش ببینیم، شاید واقعا حواسش نبوده. او یه موقع آدم تو حال خودش نیست، اصلا چراغ رو نمی‌بینه داره رد میشه. ببین وقتی نوع نگاه رو تغییر میدیم اصلا حال خودمون خوب میشه. پس ببین یه ریشش تو اینه که انتظار داریم آدما اونجوری باشن که ما می‌خوایم ولی نیستن. واقعیت میدانی چیز دیگه. نکته دومی که باز مهمه باید بهش توجه بکنیم، یه مقداری ریشه خشما و عصبانیت و مشغولیت های ذهنی ما هست. ذهنمون درگیر یک مرتبه میبینه این دیگه بخاری که یک بخار جدیدی بهش تزریق میشه منفجر میشه. همینه. من دقیقاً داشتم وقتی اون برنامه رو میدم که در بخش اول صحبت کردیم که اون بالاخره کارشناس این رو میگفتش که با دیگ قابلمه زد، من گفتم اون تیر خلاص بوده. این اینقدر ذهنش درگیر بوده، عصبی بوده و برای اون عصبانیت های ذهنیش برنامه نداشته. این قاشق غذا رو که میخوره میبینه ترشه یا شوره دیگه بر نمیتابه، منفجر میشه. ما باید تخلیه ذهنی داشته باشیم. امام صادق علیه السلام، حالا اینا رو تو راهکاران بیشتر درباره‌اش صحبت میکنیم، میگن چیزایی که ذهنتون رو مشغول میکنن رو کاغذ بیارید، ذهنتون سبک میشه، آرام میشید. چرا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی اوقات در دل چاه سخن میگفتن، با خدا صحبت میکردن، درد و دل میکردن؟ این آرامشون میکرد آقا امیرالمومنین رو، اون فشارهایی که روی حضرت بود. خب اینا روش هایی که ما میتونیم در سنت و سیره اهل بیت علیهم السلام ببینیم. پس این نکته دوم، وقتی ما ذهنمون خیلی مشغوله، خیلی درگیره، بدونیم آستانه تحملمون میاد پایین. نکته بعدی متاسفانه یکی از عاملهای خشم نسل امروز ما
استفاده بیش از اندازه رسانه هاست، این تلفن های همراه. اصلا کارشناسان میگن شما وقتی به این صفحات نورانی دائم نگاه میکنین، این بخش پیشین مغزتون آسیب میبینه. این بخش مدیریت رفتار و برنامه ریزی رو عهده داره. و شما میبینید فرد عصبیه، اینایی که معمولا خیلی از موبایل استفاده میکنن، وقتی باشون صحبت میکنه انسان حس میکنه انگار مثلا بیتابه، بیقراره و واقعا اذیت میشن. ولذا رسانه پس یکی از عواملی که سهم زیاد. من اجازه بدین یک فرمولی به شما بگم. تو بچه‌های زیر 17 سال سهمشون از رسانه در طول روز باید 1/24 شبانه روز باشه، 60 دقیقه. حالا یه رخصتی برخی میدن میگن تا 100 دقیقه. یعنی شما شک نکنین اگر بچه‌های ما تلویزیون، موبایل، رسانه رو همه رو با هم میگرفتن، بله همه رو میگن، بیش از 100 دقیقه استفاده بکنه با یه موجود پرخاشگر بسته. این که شما الان فرمودید اوایل بحث که پیامک‌های تربیتی، جالب بود. ما برنامه‌های رسانه‌ای که میرفتیم یه تیمی داشتیم پیامک‌ها رو تحلیل میکردیم. معمولاً شاید در رأس پیامک‌ها پرخاشگری بود، خشم بود، حتی در کودکان ما. خب چرا؟ ریشش این الان بچه رو رهاش میکنیم دائم پای تلویزیون. توی مهمونی‌ها میریم، حتی مجالس اهل بیت میریم، میخوایم بچه سرش گرم بشه موبایل دستش میریم که خودمون بهتر سخنرانی گوش کنیم، بهتر مثلا مصیبت گوش بکنیم. خب این بچه داره آسیب میبینه. بعد میگیم چرا این همش عصبیه، چرا پرخاش میکنه؟ بلکه تو نسل جوان ما هم همینه. یه موقعی معاونت و پیشگیری در قوه قضاییه میگم 1/3 پرونده‌هایی که میاد برای قوه قضاییه ریشش تو موضوعات عصبانیت و خشم و پرخاشگری و شاخه‌های اینه داره اتفاق میفته. خب این نگران کننده. معلومه ریشه‌هایی داره، ما باید این رو بهش توجه بکنیم. یکی از ریشه‌هایی که ممکنه خشم در انسان ایجاد بکنه پرتوقع بودنه. مثلا چرا امروز جوان نوجوان واقعا پرتوقعن از خانواده ها؟ این اتفاقات منجر به این میشه ما توقعاتشون نتونیم برآورده بکنیم، عصبی میشن. گاهی توقعاتشون زیاده. مثلا پدری به من میگه من نوجوان 15-16 ساله دارم، یه رو اومده با ناراحتی میگه بابا بیا کلام با حرف حساب دارم به باباش. بابا میگه خب چیه بابا جون؟ نه اینجوری نمیشه، بیا بشین سر مب با هم صحبت کنیم. من رفتم نشستم و گفتم حالا این بچه چی میخواد بگه. برگشته من میگه بی زحمت این ارث و میراث ما رو حساب کن به اون بده. میگم بابا آدم میمیره ارث و میراثش تقسیم. میگه حالا تو که معلومه کی بمیری، من الان لازم دارم. یعنی طلبکار. خب الان باباش بگه نه، ببین عصبی میشه، ناراحت. چرا؟ توقعش بالاست، بالا بردیم و متاسفانه کنیم ما هم داریم خودمون این کار رو میکنیم، آتش بیار معرکه هستیم. به نظرم میخواین شما. آره خیلی ممنونم. آره ما که سیر نمیشیم داریم لذت میبریم. آره ولی پناه بر خدا، واقعا خدا کنه که این عواملی که باعث بروز خشم میشه از ما دور باشه. به نظرم میاد که خیلی از اینا زیر مجموعه همون تکبر و خودپسندی هم هست. بله، منیت انسان. آدمی که مغروره و خودبینه دیگه پرتوقع هم میشه، همه خودشونو باید با من تنظیم کنن و اگه یه ذره اینور بشه عصبانی میشه. پناه بر خدا. عرضم حضورتون که ما جای تراشیون هر روز از یکی از ستارگان حرم نور میگیریم. در کنار این ماه درخشان آشنا میشیم باشون، با زندگیشون. امروز با عزیزی آشنا میشیم که باز هم از عالمان مجاهد کشورمون بودن و معروف به شیخ اشراق قم. باشون آشنا بشیم برگرد. یحیی انصاری شیرازی متخلص به اشراق در سال 1306 شمسی در نوایگان داراب از توابع شیراز به دنیا آمد. نسب خاندان او به جابر ابن عبدالله انصاری صحابه بزرگ صدر اسلام میرسد. او تحصیلات ابتدایی و مراحل نخستین تحصیل علوم دینی را در زادگاه خود شروع کرد و در سال 1325 به شیراز رفت. بعد از 6 سال در سال 1331
وارد حوزه علمیه قم شد. انصاری در قم از محضر آیات عظام محمد باقر سلطانی طباطبایی، سید حسین بروجردی، شیخ محمد علی عراکی، شیخ مرتضی حائری یزدی و امام خمینی کسب فیض نمود و به مراتب بالای علمی و اجتهادی دست یافت. او در علوم عقلی قریب به 30 سال در درس خصوصی فلسفه علامه طباطبایی حاضر شد که به خاطر تسلطش بر فلسفه به شیخ اشراق قم شهرت یافت. وی چند دهه در علوم اسلامی از جمله منطق، فلسفه، عرفان و اخلاق در حوزه علمیه قم تدریس کرد و شاگردان زیادی برای جامعه اسلامی تربیت نمود. انصاری شیرازی در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی بارها بازداشت و زندانی شد. او که سخنران سالگرد واقعه جمعه خونین فیضیه بود، به مدت 3 سال به کوهدشت لرستان و نائین اصفهان تبعید شد. از آیت الله انصاری چند کتاب علمی فلسفی و اخلاقی عرفانی و کتاب شعر به یادگار مانده است. وی در راهنمودی فرمودند: جز خداوند رفیق و دوستی برای خود انتخاب نکنید و بدانید که دشمن منحصر به دشمن خارجی نیست. بدانید که انسان دشمنان بیشماری در درون و نفس خود دارد. آیت الله یحیی انصاری شیرازی در 14 دی سال 1393 بعد از یک دوره بیماری طولانی دعوت حق را لبیک گفت و پس از تشییع با شکوهی در رواق بالا سر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در کنار مزار علامه طباطبایی به خاک سپرده شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام تسلیت ایشان از وی به عنوان عالم ربانی و حکیم و عارف الهی یاد کرد که عمر با برکتش را یکسره با پارسایی و پرهیزگاری در خدمت علم و ترویج معارف الهی سپری کرد. خب، روحشان شاد و دعاگوی ما انشالله. عرضم حضور شما، من یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم برنده روز گذشتمون در مسابقه قرعه کشی پیامکی خانم نیره مقاری هستن از قم که خدمتشون تبریک میگم. تا لحظه اذان مغرب امروز هم فرصت برای شما هست که عبارت یا فاطمه معصومه رو برای سامانه پیام کوتاه 3011-22 ارسال بفرمایید. یه یا معصومه بفرستین کفایت میکنه. 3011-22. موضوع برنامه فردای ما به شرط توفیق و حیات با حاجی تراشیون در واقع حفظ کرامت در خانواده و آثار اون هست. در اون ارتباط هم اگر سوالی دارید میتونید به همین 3011-22 و احیانا سوالی درباره امروز داری، مسئله امروز دارید، میتونید ارسال بفرمایید. فردا از محضرشون میپرسم. 3-4 تا سوالم از دیروز دریافت کردیم. بله. اگر راهکارها رو بفرمایید بعدش من این سوالا رو خدمتتون. بله، من خیلی کوتاه اشاره به راهکارها داشته باشم که چگونه میشه خشم رو کنترل کرد. اولیش ذکر و یاد خدا به انسان آرامش میده. یاد بگیریم که لبانمون ذکرگوی خداوند متعال باشه. ما یه پدر بزرگی داشتیم، خدا رحمتش بکنه، شما هر وقت عصبی میشد میگفت لا اله الا الله. قشنگ انگار آب روی آتش میگه. این لا اله الا الله رو ما میشنیدیم، دوباره کار خودمون رو میکردیم. دیدیم دیگه آروم شد. خوشم میاد یه برنامه راجع ما انتخاب کردیم برای پخش و اجرا که مشکل همه دردها و همه ابراز و گناه هاست. یاد خدا. بله، دقیقاً همینطور. نکته دوم، خصوصا در نوجوانان و جوانان، بحث تغذیه خیلی مهمه. ساعت خواب خیلی مهمه. آره. بچه‌هایی که تغذیه خوبی دارن، خصوصا بالاخره تنظیم میشه، برنامه ریزی میشه، ساعت خوبی دارن برای خوابیدن. دیر خوابیدن به شدت انسانها رو عصبی میکنه. نکته سوم که ما میتونیم آرامش پیدا بکنیم، با آدمای آرام نشست و برخاست بکنیم. المرء علی دین خلیلی و قرین، انسانها بر مرام همنشینان خودشونن. نکته چهارمی که میتوان از زمینه آرامش را ایجاد بکنه اینه که انسان با اون مواجهی که شده
داره عصبی او را میکنه منطقی مواجه بشه. یه موقعی جوانی در همین شهر قم به من میگه با تراشی ماشینی اپوی زد به من، میگه مقصرم بود، پیاده شد شروع کرد به من داد و بیداد کرد. اینشان من میشناسم این جوانو، خیلی جوان آرام متین. میگه من یه لبخندی بهشون زدم، اومد جلو یه هولم هم داد، یه تلو خوردم و خودم کنترل کردم و دوباره یه لبخندی به این زدم. گفت تو همون حالت عصبانیت چه خب لام از سب تو هم یه چیزی بگو. گفتم باشه منم یه چیزی میگم. و برگشتم بهش گفتم این ماشین من آهن قرازه فدای تار موی توی بچه شیه، من هیچ وقت نمیام برای ماشینم به تو چیزی بگم. اینو قرار خسارتش بیمه بده. این چه کاریه دو تا بچه شیعه بیفتن به جون هم دیگه. میگم دم اشک رو چشاش جمع شد، ما تا پیشانی من رو بوسید و عذرخواهی کرد. یعنی این مواجهه منطق. حالا او اومد هول داد منم هول بدم، این جواب نمیگیریم. پس اینم مواجهه منطقی. یه نکته دیگه هم که من به عنوان نکته آخر عرض میکنم میتونه کمک بکنه اینه که ما بیایم رویه رو برای حل مشکل تغییر بدیم. چون ما از طرف مقابل یه دلخوری داریم با عصبانیت بروز میدیم. اصلا دلیلش رو بپرسیم. ما آقا سر سفره کاش خانمش میپرسید خانم چرا غذا شور شده، اصلا خانمش رو روزه بوده، میگفت من آقا روزه بودم نتونستم غذا رو بچشم که چطوره. خب این اصلا تفاوت میکرد، این آب روی آتش خشم این مرد میشد. گفتگو رو جایگزین رفتارهای پرخاشگرانه قرار بدیم. این خیلی میتونه به انسان آرامش بده، به سمت یک فضای منطقی هم او رو سوق بده. پس من 5 تا راهکار رو گفتم. راهکارها خیلی بیشتره ولی حالا به احترام سوالات. خدا خیرتون بده. یه چیزی هم من یادم افتاد، اینم خیلی اولم فرمودید تغییر نگاه. بله. اون آقایی که دسته به زن داشتن، یادم افتاد که یکی از علمایی که تو نجف بودن که خیلی از این مراجع ما شاگردشون بودن در سطح علامه طباطبایی اینا، حالا اسم نمیبرم الان، ایشون از تدریس میکردن، همه دستبوسی و پابوسی از بزرگان میومدن محضرشون، میومدن خونه زنش شروع میکرده فوش و دریوری و کتک و بعد صدا میرسیده به همسایه ها میومدن میگفتن از آیت الله خب شما این واقعا اگه درست نمیشه طلاقش بده، راحت کن خودتو فلان حرفا. ایشون برمیگرده میگه این خانوم بزرگترین نعمت خداست برای من. میگن چرا؟ میگه من هر دفعه از این جلسات میام، همه میان دستبوسی و پابوسی و هی مخلصم چاکرم نوکرم، من تا میام این باد بیفته به دماغم، غرور منو برداره، میام این خانم منو میزنه، متوجه میشم هیچی نیستم در برابر، تنظیم میشم. یعنی نوع نگاه یه عالم به این موضوع یه درس به نظرم. ببخشید من درس پس دادم. آقا سوال کردن راهکارهای عملی کنترل خشم در مقابل فرزندان کوچک. با توجه به اینکه در سنین بالا فرزنددار شدیم، میخواستم ببینم چطوریه. آقا حال و حوصله نداریم، سنمون رفته بالا، بچه کوچیک داریم، با این بچه کوچیک ماها چیکار باید بکنیم؟ ببین اولین باور اینه که من کان عنده صبی فلیتصاب له. وقتی ما یه کودکی داریم باید کودکانه بیاندیشیم، فکر کنیم، کلام بکنیم. کودک باید کودکیشو بکنه، ریخت و پاش داره، شکستن داره، گریه داره، مریضی داره، یه موقعی بد غذایی داره، یه موقعی بد خوابی داره. ما باید او رو بفهمیم. یکی از اشتباهات بزرگ ما والدین توی تربیت اینه که فکر میکنیم بچه‌هام باید ربات باشن. کلید بزنیم تلویزیون خاموش کنه، کلید بزنیم بره اتاق شما رتب کنه. نه اینجوری نیستن. انسان موجود پرچالشیه. لذا خودمون رو بر ظرفمون رو بزرگ کنیم. این که الان ایشون فکر کنه یه راهی وجود داره که این بچه منطبق بر اونا بشه، هاشا و کلا نمیشه. ما باید خودمون رو منطبق بکنیم و واقعا خوبم میشه. الان همین خانم اگر پیام رو داده بهش که الان بچه خواهر خودت کوچیکه میاد خونتون، دعواش میکنی، پرخاشگری میکنه، اگه یه چی بشکونه چی بهش میگی؟ نمیگه خاله جون فدا سرت، بلا را بود که این شی کرد. همین برخورد با بچه خودت هم بکن. همون کاری که با بچهای دیگران میکنی با فرزند خودت هم بکن. همونجوری که اگر یک کسی مقابل شما بچه‌ش اذیتی بکنه، ببینیم داره میره اون بچه رو بزنه، چی بهش میگی؟ همون رو به خودتون بگین، واگویه بکنین برای خودتون.
پس ما باید خودمون رو تطبیق بدیم، این داره بچگی درک بکنیم و اونم باید بچگی بکنه. من 2 تا پیامک فکر می‌کنم پاسخ دادیم ولی 2 تاشو با هم بخونم. سلام، قبول باشه لطف می‌کنید درباره مردهایی که بددلن، فحش میدن، دست به زن دارن صحبت کنید. و اینکه من 2 تا بچه شیر به شیر 3.5 ساله و 5 ساله دارم، خسته میشم، حوصله‌شون رو ندارم، عصبانی میشم، سرشون داد میزنم، لطفاً نفرمایید از دیگران کمک بگیرم، یه راهکار دیگه به من ارائه بدین. بعد یه سوال دیگه هم گفتن آیا غضب به جام داریم که ممدوح باشه؟ من حالا اگر اجازه بفرمایید نسبت به سوال اولی رو عرض بکنم. مثلا خانومی که میگه شوهر من بددل، گاهی اوقات عصبی میشه، ما یه توصیه‌ای داریم. من الان چون ممکنه بیننده ما همین خانوم باشه، آقاشون نباشه که با توصیه بکنم، بعد خودشون رو قدرتمند بکنن. مثلا اگه میگن آقا بددله، خب کجا بددلی به خرج میره؟ مثلا من موبایل دستمه، تا آقا میاد مثلا میذارم کنار، خب ممکنه این بددلیش تحریک بشه. همونجا بگم آقا نه، من می‌خواستم چون از شما استقبال کنم، دوست نداشتم اون لحظه موبایل دستم باشه، برای همین گذاشتمش کنار. یعنی برای او توضیح بدم این رو، نگم خودش باید بفهمه، نه. یا مثلا گاهی اوقات ما میایم روی گوشیامون یک رمزایی میذاریم، طرف میگه رمز تو میدی، نه گوشی شخصیه، نباید رمز به تو بدم. ما میگیم خب این اگر منجر به بددلی او میشه، خب این کارو نکن. منظورتون از طرف همسر؟ بله دیگه، بله. اینجا باید خیلی عادی بگیم بفرمایید گوشی من. حالا مواردی که نباید توش باشه، یا عکس نامحرمی چیزی، اینا رو نذاریم رو گوشیمون، نذاریم بعدی زمینه خدایی نکرده سوء ظن همسرمون شکل بگیره. گاهی اوقات ممکنه برخی رفتارهای ما سوء ظن ایجاد میکنه. مثلا خانم میبینی که با شوهر خواهرش بگو بخند میکنه، بابا اون نامحرمه، شوهرت هم بهت میگه نخند، نگو، این کارا رو نکن، بگو چشم، راست میگی شما. نه اینکه به او بگیم تو نمیدونم بددلی و نمیدونم سوء ظن داری، تو نبودی او بودا. نه، واقعا وقتی نامحرمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، یه موقعی با این انگشتاشون نشون میدادن، میگفتن ما یه محرم داریم یه نامحرم. به خدا قسم این بین دیگه هیچی نی، این مثل خواهرمه، مثل برادرمه، مثل مادرمه. اینا دکون دستگاهی که ما در آوردیم برای توجیه رفتارهامون. خب این کار رو نکنیم، یعنی اون زمینای بددلی رو رفع بکنیم. یا اگر میبینیم پرخاشگره ممکنه ریشه داره، من نمیدونم چقدر وقت داریم، 2 تا نداریم. اگر انشالله فردا این رو توضیح بدم که بین مشکل و مسئله تفاوت وجود داره، یه مقداری این شاید بتونه کمک به ما بکنه تو حل ریشه این بحران‌ها در زندگی مشترک. خیلی ممنونم آقای تراشیون عزیز، خدا خیرتون بده، مثل همیشه کلی حظ بردیم. انشالله فردام خدمت شما هستیم. موضوع فردامون حفظ کرامت در خانواده و آثار اون هست. منتها این تتمه بحث رو هم انشالله اول برنامه تقدیم خواهیم کرد. عرضم حضور شما که امشب شب وفات همسر مهربان، فداکار و یار و همراه وفادار و همیشگی حضرت خاتم الانبیا، یعنی خانم ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها است. امشب رو به محضر امام زمانمون شب وفات مادر بزرگشون رو تسلیت میگم و به همه شما انشالله فردا مفصل نکات ناب حاج آقا رو پیرامون ایشان خواهیم شنید و استفاده میکنیم. از همه شما التماس دعا دارم. یا حق. خداحافظ. بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور
النور من النور وأنزل النور على الطور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبوب. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور بالفخر مشهور وبالفخر مشهور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور بالفخر مشهور وبالفخر مشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة هذا بصائر
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله